فینال تکراری المپیک پاریس اینجا توی زاگرب دوباره برگزار میشه. رحمان عموزاد اومده تا انتقام اون رقابت ها رو از این کیوکای تیز و تند ژاپنی بگیره. ما سابقه داریم با ژاپنیا تو فینال قهرمانی جهان تو همین وزن، جایی که اونجا مهدی تقوی موفق شد کشتیگیر ژاپنی رو شکست بده و عنوان قهرمانی جهان رو به دست بیاره. امیدواریم که این بار همین اتفاق تکرار بشه. تقوی خودش کنار تشک نشسته، رحمان رو راهنمایی میکنه مثل همیشه. دست راست رو زیر کتف کیوکا قرار داده. کیوکا هم پایین اومده تا فن نخوره، اسیر پیچ کمرهای رحمان عموزاد نشه. کلا ژاپنیا با برنامه کشتی میگیرن. 2 تا طلا هم گرفتن تو 70 و 74 کیلوگرم. دیشب تونستن چرمینوالایف رو شکست بدن توی کشتی جذاب در وزن 74 کیلوگرم. نشست برای زیرگیری. خیلی کشتیگیر سریع این کیوکا. رحمان میره که کندش رو بالا بیاره. یه لحظه میتابونه رحمان عموزاد. 2 امتیاز برای رحمان. حالا این کیوکا که میخواد رو کنه، پا رو گرو گرفته. رحمان یه بار دیگه میتابونه. 2 تای دیگه هم بهش میدن. باز هم میتونه این کار رو تکرار کنه رحمان. حالا 4-0 میشه نتیجه به سود رحمان عموزاد. باید حواسش جمع کنه. یه لحظه خطرناک اونجا و باز هم تابوندش. باور میگه که 2 امتیاز دیگه باید به رحمان بدن. داره تاب بازی میکنه کشتیگیر ژاپنی با این کنده هایی که رحمان میکشه. 6-0. هممون میدونیم که چقدر کشتیگیر خوبیه این کوتارو کیوکا. رحمان عموزاد یه زیر دخم میگیره اونجا، به پشتش میره. مثل رعد و برق بوده تو تورنمنت امسال رحمان عموزاد. 1 امتیاز رو براش در نظر گرفتن، داور وسط نداد امتیازو به رحمان. 6-0. کماکان باید حمله کنه به کیوکا و اجازه کار رو نده به این ژاپنی تیز و تند. میخواد دست زیر کتف قرار بده، این بار اجازه رو نمیده. دوباره رفت رحمان برای زیر کتف زدن. میچرخه، با چرخش میخواد قدرت رحمان رو خنثی کنه. 1 دقیقه و 45 ثانیه از زمان کشتی سپری شد. یورش میبره رحمان عموزاد. یه زیر گرفت. 6 امتیاز داد کیوکا. پژمان درستکارم میبینید که دورتر از مهدی تقوی صحبت میکنه با رحمان. حواسش به زیرگیری های کیوکا باشه. تو المپیک بهش 10-3 باخت رحمان. یه بار دیگه زیر کتف میزنه. بازم یورش رحمان. ماشاءالله به این کشتیگیر اخطارم بهش میدن. فرار از تشک داشت. 1 امتیاز 1 اخطار. کشتی باید 8-0 بشه به سود رحمان عموزاد. 7 بهش دادن، 8 هم بهش خواهند داد. 8-0. اتفاقی که تو کشتی قربانوف تاجدینوف هم افتاد، ولی 2 امتیاز رو بهش ندادن به قربانوف. بپردازیم به ادامه این کشتی. 8-0. اخطارم داره کوتارو کیوکا. 2 امتیاز دیگه میتونه رحمان رو با امتیاز عالی برنده کنه. یه قهرمان جاودانه بشه تو این وزن در این رقابت ها. بازم یه حواسش پیشه اسکوربورد رحمان. زیرگیری رو نشون میده، زیر کتف میخواد بزنه. امیدواریم که بدنی سرحال باشه امروز رحمان و بتونه 6 دقیقه با این کیوکا کشتی بگیره. رفت پشتش، تمومه. نه نتونست که خاکش کنه. زیرو گرفت. یه لحظه اونجا میتونه به پشت کیوکا بره. پا رو نگه داشته کیوکا. خیلی باهوشه، نه اندازه رحمان عموزاد. 10-0. کیشو مات میکنه کوتارو کیوکا رو تو فینال زاگرب. الان وقت خوشحالیه. الان وقت خوشحالیه. 2مین طلا هم به دست اومد. چه کسی بهتر از رحمان عموزاد برای 2 طلایی شدن. هم خودش 2 طلایی شد، هم کشتی ایران رو 2 طلایی کرد. اینم وضعیت کوتارو کیوکا. عجب کشتی جانانه‌ای گرفت رحمان. الان میتونه خوشحالی کنه. بی‌نظیر کشتی گرفت. درخشان بود. 10-0. انگار نه انگار کیوکا رو شکست داده. حریفش قهرمان المپیک بود، ولی با فنون ناب ایرانی موفق شد که شکست بده. تو تایم اول هم 10-0 کرد. حالا میتونه بره در آغوش مهدی تقوی قرار بگیره. مثل مهدی تقوی 2 طلایی شد رحمان عموزاد. همینه، یه قهرمان جهان، یه کشتیگیر 6 دانگ
موفق میشه که رحمان عموزاد رو به دومین طلای خودش برسونه. واقعا چسبید، چه طلایی گرفت رحمان عموزاد. خسته نباشید به رحمان عموزاد، پژمان درستکار، مهدی تقوی و تیم ایران. انشالله با امیرعلی آذرپیرا سومین طلا رو هم به دست میاریم. خوشحالیشم با مهدی تقوی تقسیم میکنه اونجا.